أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شکر و سپاس داریم الله را به خاطر این همه نعمت‌های خوبش و توفیقات ارزشمند و مفیدش و این همه امکانات خوبش که در دسترس من و شما قرار داده است. و خیلی تشکر داریم از الله که ما را توفیق حیات بخشید تا در این جمعه هم ما بتوانیم در مورد کدام موضوعی چند لحظه صحبت بکنیم. هر چیزی که الله خیر معرفی کرده است و آن را نعمت معرفی کرده است، این را بدانید که در آن هیچ شر و هیچ بدیهی نمی باشد. و هر چیزی که الله شر معرفی کرده و هر چیزی که الله گناه معرفی کرده و هر چیزی که الله معصیت معرفی کرده، این را بدانید که در آن هیچ خیری و هیچ خوبی و هیچ برکتی و هیچ سعادت و خوشبختی نمی باشد. وقتی که الله میگوید شما زنا نکنید و در سوره اسراء در آیه 32 میفرماید ولا تقربوا الزنا كأنه فحشة وساء سبیلا، شما هرگز به زنا نزدیک نشوید که عاقبت زنا تباهی و هلاکی و بربادی است. این را بدانید که هیچ خیری در زنا نیست، هیچ خیری در شراب و قمار نیست. وقتی که الله در سوره مائده میفرماید انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، وقتی که الله میفرماید شراب و قمار از جمله اعمال بد شیطان است، مگر شما از آن دوری کنید شاید شما از جمله رستگاران باشید. پس این را بدانید که هیچ خیری در شراب و قمار نمی باشد. اگر خیری در شراب و قمار می بود، خداوند به پیامبر خود دستور میداد که تو شراب بخور نعوذ بالله و قمار بزن، چون که خداوند پیامبر خود را دوست داشت. پس این را بدانید که هیچ خیری در شراب و قمار و زنا و لواطت و دروغ و غیبت و غیره آن چیزهایی که الله گناه و معصیت معرفی کرده نمی باشد. و هر چیزی که الله خیر معرفی کرده و آن را برای من و شما دستور داده که انجام دهیم، این را بدانید که در آن هیچ شر نمی باشد.